پنجشیر، زادگاه مردی که در دوره‌های جهاد و مقاومت اسطوره آفرید. سفر پنجشیر را در پیش گرفتم تا زندگی مردی را به تصویر بکشم که هیچگاه سر تسلیم به دشمنانش خم نکرد. آن مرد فرمانده بزرگ احمد شاه مسعود است. مقصدمان ولسوالی بازارک است، زادگاه اصلی قهرمان ملی که مردمانش هنوز هم خاطره‌های ماندگاری از رزم او را در برابر بیگانگان در ذهن دارند. نبودش، کمبودش احساس میشه در همه وقت. نخست راهی خانه پیرمردی به نام کاکا تاج الدین میشویم، مردی که همرزم و خسر فرمانده مسعود بوده است. در تشویش بود، هر فشاری که بود، هر سختی که بود، هر چیزی که بود، او میدانست و مسعود. کاکا تاج الدین ما را به خانه پدری فرمانده مسعود میبرد، جایی که هنوز هم دست نخورده باقی مانده و حکایتگر زندگی درویشانه اینیل جهاد و مقاومت افغانستان است. از فرمانده مسعود تنها سرمایه که باقی مانده همین 3 اتاق است. اتاق اولی اتاقی است که فرمانده مسعود همراه با همسرش و 6 فرزندش نهار میخورد و قصه و گفتگو میکرد. اتاق دومی اتاقی است که مسعود پس از آمدنش از جبهات جنگ اینجا استراحت میکرد و برای آینده افغانستان فکر میکرد. اتاق سومی هم اتاقی بوده که فرزندای احمد شاه مسعود یعنی احمد همراه با 5 خواهرش استراحت میکرد. از این مکان فرمانده مسعود به فرماندهان زیر دستش دستور نبرد با متجاوزان را صادر میکرد. یکی که میدید دمی اتاق میدید. این اتاق بوده. اتاق بوده. و نان سالونش هم همی بود. نانش هم دمی اتاق ختم میمونه خود میاد. مردی که به آقا جان رنگمال مشهور است، شانه به شانه با فرمانده مسعود برای آزادی کشور رزمیده است. او از خاطره های این چیری که همیشه بیدار سخن میزند. دنیا پرست نبود که برای من این دنیا آینده داره. نه لیسه بازارک، مکانی که فرمانده مسعود در آبان کودکی از 4 سال در اینجا آموزش دید. میگویند طراح اصلی ساختمان خود قهرمان ملی بوده است و حالا مکانی برای آموزش کودکان نسل 3 مقاومت دانسته می شود. به جهاد معارف زیادتر دوست داشت، علاقمندش بود. مسعود پس از پشت سر گذاشتن 48 سال زندگی پر از فراز و نشیب سرانجام به شهادت رسید. از وی 5 دختر و 1 پسر به جا مانده است. در سال 1381 در برگزاری لوی جرگه قانون اساسی به احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان لقب میدهند و اجده سنبله را هم رخصتی عمومی اعلام میکنند. ذبیح الله دورندش، تلویزیون خورشید، آرامگاه مسعود، ولایت پنجشیر.